نماز تراویح 2 رکعت سنت بامداد رو چه خیلی میخوانید؟ عیناً همین خیلی 2 رکعت خوانده سلام دادن، 2 رکعت خوانده سلام دادن این سنتش است. یعنی پیامبر همین گونه خواندگی هستند. 8 رکعت اما خیلی دور دراز. 8 رکعت اما خیلی دور دراز. اما در زمان حضرت عمر، وقتی حضرت عمر میبینن که مردم از مسجد نمیروند، تمام شب در مسجد عبادت کرده ایستادن، حتی بعضی زنها شکایت میکنن، حضرت عمر میگن 20 رکعت نماز خونید و همگی به خانه هایتان روید که دیگر صحابه ها هم این را قبول میکنن. برای همین شما میتوانید در خانه تک و تنها پیامبر خواندگی هستند. 3 روز اول فقط در مسجد، بقیه رو در خانه خواندگی هستند. علاج مسجد رفته خواندن داشته باشید، این بهترین. هیچ چیز تراویحی که در مسجد است به اون برابر نیست. اما علاج مسجد روی نباشه، نتوانید در خانه بخوانید. میتوانید 8 رکعت خوانید، میتوانید 20 رکعت خوانید. اگر مثلا 8 رکعت رو 2 رکعت خوانده، التحیات